یو چطورین؟ خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای چنل من. خب موضوع ویدیو امروز درباره ناروتو و بوروتو و قراره که تو این سری یک سر به یکی از قبیله های معروف کل دنیای انیمه یعنی اوتوچان ها بزنیم. قراره که امروز تو این ویدیو بریم و یه تاپ 10 داشته باشیم از 10 تا از قوی ترین و قدرتمندترین اعضای قبیله اوتوچان ها. ایده این ویدیو هم مثل خیلی از ویدیوهای دیگه چنل از توی کامنت ها گرفته شده که خیلی هم عالی. یه توضیح کوتاهی هم درباره چنل بدم خارج از موضوع ویدیو. از ویدیو بعدیمون قرار سبک ویدیوهای چنل نه از لحاظ موضوعی بلکه از لحاظ ادیتور و یا همچین حالتایی یکم تغییر کنه. نه همه ویدیو اما خب یه سریاشون آره یه تغییرایی میکنه، یه تغییر مثبت. و خب یکم ادیتا قرار پیشرفته تر شه، یکم ادیتا بیشتر میشه از اینجور چرت و پرتا و من نمیدونم چرا با این سیستم شخم کار خودمو دارم سخت‌تر میکنم. آخه واقعا چه مرگته پسر. به هر حال هر حرفی که لازم بود بگم و تا الان گفتم و امیدوارم که از این ویدیو نهایت لذت رو ببرین و بدون هیچ معطلی بزنیم بریم سراغ این ویدیو. و اینم بگم که اگه صدای نویز نوحه و اینا میاد بدون که خونه من قشنگ چسبیده توی مسجده و یزیدای جوری طبل میزنن انگار من مثلا شم رو اینجا تو اتاقم قایم کردم میخوام بیام بگیرم. آروم دیگه بابا، چه وضعشه؟ شماره 10 تنوری نه یعنی چیز تونری. این داداش گلمون به مانگا کلا نخوندم زده و تو مانگا حضور نداره، ولی تو انیمه تو قالب انیمه کنان تو سینمای دلس و اوایل انیمه بوروتو حاضر شده. قسمت های اضافه بر سازمان برای پر کردن تایم ویدیو. بابا انیمه کنان چیه؟ این یارو داره تو این ویدیو یوتیوب میگه. سوال خوبی پرسیدی پسرم. انیمه کنان به بخشی از داستان میگن که تو منبع اصلی داستان یعنی مانگا وجود نداره، ولی از طرف خود سازنده داستان یا همون مانگاکا به طور کامل رد نشدن و خب میتونیم بگیم میتونن تاثیرات معمولا کم و در بعضی مواقع زیادی رو راینده داستان بذارن و ما نمیتونیم اونا رو فیلر حساب کنیم و یه جورایی تایید شدن از سمت خود مانگاکای داستان. حالا لابد الان میخوای بگی فیلر چیه؟ آره خاک تو سرت. برو یه دونه سرچ کن تو یوتیوب فیلر انیمه همچین چیزایی سرچ کن. از بچه‌های انیمه یوتیوبر فارسی ویدیوشون بالا میاد، میتونی بری ببینی حال کنی. کلی بچه با استعداد داریم که اصلا اونجوری که بعد ازشون حمایت نمیشه واقعا. خب دیگه فکر کنم ویدیو به 8 دقیقه رسید، بریم ادامه داستان. بیشترین حضور تونری رو ما تو سینمای دلس دیدیم که خب یه فایتی هم با ناروتو کون داد در حالی که تنسگان داشت، ولی خب نسبتا میتونیم بگیم راحت از ناروتو شکست خورد و نسبت به اوتوچان های دیگه لیستمون این داشمون ضعیف ترینه. واقعا فکر کنم داره نویز اینا میفته، نمیدونم خیلی بد دارن نوحه میگن. اگه شما صداشو نمیشنوین من دارم میشنوم. شماره 9 کینشیکی. دوستان میدونستین کینشیکی چاق ترین اوتوچان کل داستانه؟ پیغام من نمکم آخه. کینشیکی از قدرت بدنی بالایی برخوردار بود و فایت دادنی هم با یه چیزای دست خر قرمز رنگ طوری فایت میداد و خب اوایل انیمه هم دیدیم که میتونست تقریبا پا به پای ساسکه فایت بده و اونقدر هم ضعیف نبود. هر چند ساسکه میتونست شکستش بده، ولی خب بازم به عنوان یه اوتوچان شماره 9 لیستمون قرار میگیره آقای کینشیکی. شماره 8 و 7 آشورا تاسا ایندورا آشورا. این دوتا رو با هم دیگه توی یه منبع یعنی خلاصه یه جا با هم میگم شماره 8 و 7. این دوتا پسرای دانش 6 طریقت بودن که خب به دنیا اومدن. از زن دانش 6 طریقت کی بود اصلا یادم. خلاصه یه جوری اینا به دنیا اومدن، از یکی اومدن بیرون و جدا از اون هم این دوتا داداشمون تناسخ یافته های ناروتو هن که ناروتو و ساسکه از این دوتا تناسخ یافتن. همون اینا رو بگیرین کپی پیست ناروتو ساسکه دیگه. البته درستش اینه که ناروتو ساسکه کپی پیست اینا. مانگاکوی ایندورا همون مانگاکوی ساسکه بود، سوسانوش همون سوسانوی ساسکه بود، اون یکی آشورا راسنگان میزد که خب فن اصلی ناروتو بود و کلا اینجور چیزا. و رتبه بندیشون هم بخوام بدم اول شماره 8 ایندورا قرار میگیره و شماره 7 آشورا قرار میگیره، چون آشورا توی فایتی که داشت با ایندورا فکر کنم تونست ایندورا رو شکست بده. حالا ببخشید اگه دارم اشتباه میکنم، ناروتو رو من واقعا خیلی وقت پیش دیدم، یکم شاید باگ بدم، ولی خلاصه این دو تا توی شماره 8 و 7 قرار گرفت. شماره 6 موموشکی. با اختلاف به نظرم بین تمام اوتوچان ها موموشکی باهوش‌ترینشونه و از لحاظ هوشی و عقلیه سر و گردن از بقیه اوتوچان ها بالاتره. نمونهش هم اگه بخوام براتون مثال بزنم تو مبارزه ناروتو و ساسکه جلوی ایشکی
موموشکی وقتی چاکرای بوروتو تمام شد کنترلش رو به دست گرفت ولی حمله ای نکرد، رفت یه گوشه کمپ یعنی چیز قایم شد و منتظر موند که ایشکی ناروتو و ساسکه رو کارشون رو تموم کنه، بعد به ایشکی خسته حمله کنه و کار ایشکی رو تمام کنه تا بتونه کاواکی رو برداره ببره به خورد جیوبی بده و میوه درخت الهی بخوره. ولی در کمال تعجب ناروتو تونست ایشکی رو شکست بده و موموشکی اون موقع اومد چشم ساسکه رو کور کرد تا راه حمل و نقل ناروتو ساسکه رو از بین ببره و کاواکی با خودش ببره و به خورد جیوبی بده. ولی خب متاسفانه کاواکی جفت پا پاهاشو باز کرد و رید به نقشه های موموشکی. شماره 5 داداش دانای 6 دقیقه. دو تا چیزو بهتون بگم. اول اینکه اسم اینو کلا یادم رفته، دوم اینه که ناموسن گشادی اومد بشینم درباره این داشمون متن بنویسم. این هیچ چیز خاصی کلا دربارش ارائه نداد. کوشیموتو دوستان اومد با دانای 6 دقیقه کاگویا رو شکست داد، بعد رفت تو ماه نسل خودش رو ادامه داد، آخرم از پیری چشم از جهان فرو بست و خدا بیامرد شد. رست ان پیس. همین دیگه. بریم بعد. شماره 5 دانای 6 دقیقه. دانای 6 دقیقه اولین کسی بود که در طول تاریخ انیمه ناروتو و بوروتو تونست به چشم افسانه‌ای رینگان دست پیدا کنه و ازش هم مقابل کاگویا رو کوکویا نوشتم توی متن ویدیو. کاگویا استفاده کرد تا بتونه با استفاده ازش و با کمک داداشش مادرشون یعنی کاگویا رو مهرموم کنه و تا سالها زندانیش کنه. و نسل شینوبی ها هم اصلش از دانه 6 دقیقه نشأت گرفت و ادامه پیدا کرد تا آخر سر رسید به ناروتو، ساسکه و بوروتو و میتسوکی و سارادا و خیره و اینا کل کاراکتر دیگه. خاصی که عنوان یه اوتوچان واقعا کاراکتر قوی بود. دانه 6 دقیقه. شما سه کاگویا ویلن اصلی و پایانی سری ناروتو شیبودن بود که اومد مادارا رو وان شات کرد، سوراخش کرد و متاسفانه آخر سر هم در یک صحنه دراماتیک طور توسط ناروتو و ساسکه و اون صورتی حالا یکم هم بگیم نقش داشت بنده خدا توسط این سه تا مهرموم شد و هنوزم مهرموم شده و جالب اینجاست نمرده. یه تئوری هم که بدم شاید امکان داره برگرده توی بوروتو، چون همونجوری که میدونیم کاگویا نمرده و مهرموم شده و یه جنان زندانی میتونه برگرده، شاید با بوروتو حرف بزنه و راه نجات زمین و شکست اوتوچان ها رو اینا رو و یه سری اطلاعات درباره خاندان اوتوچان ها و اینا بهمون بده. و قدرتش هم که اکثریتتون باهاش آشنایی دارین، فضا زمان و اون میلایی که پرت میکرد با اون میلا هم زد اوبیتو رو کشت و غیره و اینا. و شماره 3 هم قرار گرفت. شماره 2 اوتوسوتسوکی ایشکی. واقعا صدا 9 زیاد رفته. 2 دقیقه بمونیم من ویدیو رو قطع کنم، یه 5 دقیقه دیگه که اینا ساکت شدن دوباره ضبط میکنم. 2000 years later. خب 3 تا من اومدم یه رو گذاشت ولی خب اینا دریغ از یک کوچولو ساکت شدن. حالا مهم نیست دیگه، صدا 9 هست، صدا چیز بدی نیست. یکم ویدیومون حالت مذهبی طور میگیره، با حمایت خدا ویو زیاد میخوره. آره چیز بدی نیست، منم پول در میارم. خوبه. فکر کنم سر ایشکی بودیم. اوتوسوتسوکی ایشکی یا همون اوتوچان ایشکی به نظرم بعد از شماره 1 مون قوی ترین اوتوسوتسوکی بود، حتی از کاگویا قوی تر. حالا میدونم کلا تو کامنتی ناروتو خیلی بحث سر اینکه کاگویا قوی تر یا ایشکی قوی تره، ولی به نظر من ایشکی قوی تره، چون جلو باریوم مود ناروتو کاگویا قرار میگرفت 100% به نظرم شکست میخورد. ولی خب ایشکی فرق داشت و آخرام حتی شکست داد ناروتو رو تو باریوم مودش. تایم باریوم مود ناروتو تمام شد و داشت قشنگ که نه شکست خورد یه جور دیگه تو اون حالت، فقط تونست عمر ایشکی رو تمام کنه ناروتو. جدا از اینا ایشکی یه دوجوتسو خیلی خاص و کمیاب که نه فقط واسه خودش بود اون دوجوتسو، یه دوجوتسو خیلی کمیاب داشت به نام سکون آیکونو که الان اسپویل از مانگا الان در حال حاضر آلردی این چشم تو چش ساسکه است. ساسکه میگم کاواکیه و کاواکی ازش داره به خوبی استفاده میکنه و همونجوری که میدونین کار این چشم اینه که با بزرگ کوچیک کردن کار داره، یعنی هر چیزی بزرگ کوچیک میکنه که قدرت واقعا باحالیه، خیلی قدرت قویه. در کلا ایشکی خرکی قوی بود، خیلی خرکی قوی بود. به نظرم شماره 2 کاملا جاشه و کسی هم بگه نه من نخوندم میزنم واسم اهمیتی نداره حقیقتا. شماره 1 خدای اوتوچان ها. بله خدای اوتوچان ها رو من شماره 1 قرار دادم. از اونجایی که خدای اوتوچان ها توی منبع اصلی داستان یعنی مانگا وجود داره، بهش اشاره شده، لقب خدا روشه، همین میتونه قدرتش رو نشون بده. به نظر من خدای اوتوچان ها قوی ترین موجود تو کل سری ناروتو و بوروتو، قوی ترین و چیز باحالی میشه. اینو اگه بیارن تو مانگا واقعا برام جذاب میشه، خیلی قشنگ میشه اگه واقعا بیاد تو مانگا. یه تئوری هم که میدم من خودم احتمالش این، البته این حرفمو طبق گفتای ایشکی میگم، دلیل اینکه اوتوچان ها دنبال خوردن میوه‌های الهی سیاره هستن اینه که انقدر اون میوه رو میخورن تا آخر سر به خدای اوتوچان ها تبدیل میشن. اونقدر حجم چاکرای توشون زیاد میشه که خدای اوتوچان ها میشن و جوگان میگیرن و اینجور چیزا. چون اگه دقت کنی اوتوچان ها هر وقت یه میوه میخورن چشمای جدید در میارن. مثلا موموشکی میوه کینشیکی رو خورد و رینگانش به رینگان طلایی تبدیل شد و بیاکوگانش به گلدن بیاکوگان تبدیل شد، کلی از اینجور چیزا. و من این تئوری رو میدم که میدونه.
اینم از این ویدیو. مرسی که تا آخرین ویدیو با من همراه بودین و دیگه نمیگم لایک و اینا کنین چون دیگه خیلی خط شده، هر کی بخواد میکنه نخوادم نمیکنه دیگه، به من چه ربطی نداره. به هر حال امیدوارم که از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشیم، ولی پیج اینستاگرام رو حتما فالو کنین. پیج اینستاگرام رو فالو کنیم. دیگه حرفی ندارم و تا یه ویدیو دیگه مراقب خودتون همچنین عزیزانتون باشید. بای بای.